بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. عرض سلام و ارادت خدمت تمام بینندگان و متعلمین محترم. امید است که عافیتمند باشین. در ادامه بحث‌های بیولوژی صنف 12 رسیدیم به فصل 3 کتاب و در این بحث ما ادامه مباحث ژنتیک را با هم دیگه مرور میکنیم و مشخصا روی انجینری ژنتیکی با هم دیگه بحث میکنیم. این جلسه که جلسه اول فصل 3 هست، ما در راستای بحث‌های دی ان ای و انجینری ژنتیکی ما بحث‌های تاریخچه دی ان ای رو با هم دیگه مرور میکنیم و ببینیم چه دانشمندان و چه عالمانی در فضای بحث‌های ژنتیکی نقش ایفا کردن. در ادامه با ساختمان مولکولی دی ان ای و ار ان ای آشنا میشیم، مقدار شباهت و تفاوت با هم دیگه بحث میکنیم و در پایان بحث با هم دیگه سوالای کنکوری قسمت را حل میکنیم و مرور درس را در قالب سوالای کنکور خواهیم داشت. با ما همراه باشین. تاریخچه دی ان ای تاریخچه است که گره خورده به مباحث ژنتیک و علم ژنتیک در اصل پیشرفت اطلاعات ما درباره دی ان ای هست. در تاریخچه دی ان ای و در تاریخچه ژنتیک اشخاص متفاوتی آمدن نقش ایفا کردن. ما در فصل اول شخص مندل را با هم دیگه آشنا شدیم به عنوان پدر ژنتیک و اما علم ژنتیک با بحث‌های مندلی آغاز شد، هم ما ادامهش تا کنون هم ادامه پیدا کرده و هنوز هم این قطار علم با شخصیت‌های جدیدی به راه خود ادامه میده. اولین سالی را که ما در این قسمت با هم دیگه وارد بحثش میشیم و ببینیم چه اتفاقی در اونجا در علم ژنتیک اتفاق افتاده، سال 1886 است. در 1886 ما شاهد کشف شدن موجودات زنده هستیم که در درونش فاکتورهای ارثی قرار داره، یا بهتر بگیم ما نحوه انتقال صفات و ویژگی ها را از یک نسل به نسل دیگه شاهد هستیم که شناخته میشه و بحث ژنتیک و انجینری ژنتیک از همونجا آغاز میشه و بحث تاریخچه را ما از همین قسمت پی میگیریم. در مرحله بعد ما سال 1950 را داریم که ساینس دانان آمدن قانع شدن و به نتیجه رسیدن که ژن ها از دی ان ای ساخته شده، یا به عبارت یک قسمتی از دی ان ای که اطلاعاتی را داره و او فاکتور ارثی حساب میشه مربوط به دی ان ای هست. ما اسمش ژن میذاریم، پس ژن جزئی از دی ان ای محسوب میشه. در ادامه میبینیم که بحث ژنتیک سرعت بیشتری به خودش میگیره و در سال 1960 میلادی شاهد هستیم که بحث جدیدی در ژنتیک تحت عنوان انجینری ژنتیک آغاز میشه. در اونجا انسان مداخله بیشتری داره، میتونه بیشتر نقش ایفا کنه و باز در ادامه این تاریخچه در سال 1869 دانشمند به نام میشر و همکارانش ساختمان نوکلیک اسید را کشف میکنن. کشف نوکلیک اسید یک گام بسیار محکم در بحث علم ژنتیک هست و از این مرحله شما میبینید که علم ژنتیک وارد مباحث کاملا دقیق تر و عینی تری میشه. در ادامه بحث در اوایل قرن 20 دانشمند بویری و همکارانش میتوانند ژن یا همون فاکتورهای ارثی را کشف کنن و مشخصا اعلام کنن که ژن ها روی کروموزوم وجود داره و آن چیزی که توسط کروموزوم به نسل بعدی منتقل میشه ژن ها و اطلاعاتی است که در قسمت های مختلف این کروموزوم قرار میگیره و در نهایت ما شاهد هستیم که تجارب مورگان و همکارانش به جای میرسه که ژن ها را اینگونه بیان میکنه که در قسمت های مختلف کروموزوم فیکس شده، ثابت شده و قرار گرفته و اینها میتواند توسط موتیشن تغییر پیدا کنه و نتیجه این موتیشن میتواند یک فنوتیپ جدید باشه و یک عارضه میتونه باشه.
تجارب مورگان به ما این مطلب میرسانه که همین ژن‌هایی که روی کروموزوم و در قسمت‌های مشخصی قرار گرفته، همین موقعیت خاص به نسل بعد هم منتقل میشه و نسل بعد هم کروموزوم‌هایی دریافت میکنه که ژن‌هایش مشخصاً همون جایی است که در کروموزوم‌های پدری قرار گرفته. خب بحث بعدی ما در بحث ژنتیک بزرگترین گامی است یک قسمت گرفته میشه. در سال 1910 میلادی ما شاهد هستیم که برای ژن دو خاصیت در نظر گرفته میشه و شناخته میشه و کشف میشه. اولین خاصیتی که در نظر گرفته میشه این است که مواد ارثی باید قابلیت جابجا نمودن معلومات ارثی زیادی را در خود داشته باشه. ببینید ما در بدن خودمان تعداد زیادی صفات داریم، ویژگی هایی داریم. در انسان ها یک مقدار زیادش میدیم مشابهت داره، یک تعداد متفاوت هست. این اطلاعات زیاد همهشون باید روی کروموزوم ها وجود داشته باشه و تعداد زیادی ژن و اطلاعات ارثی باید روی دی ان ای و کروموزوم وجود داشته باشه. مطلب دومی که در سال 1910 مشخص شد که اگر قرار است این اطلاعات از نسل پدری به F1 یا نسل اول منتقل شود، پس باید قبل از اینکه تقسیم سلولی و یا تقسیم حجروی اتفاق بیفته باید این اطلاعات دو برابر شود، تکثر پیدا کنه. خب این هم یک بحث خیلی دقیقی است در بحث ژنتیک که در سال 1910 کشف میشه. خب اینا مباحثی است که علم ژنتیک را دقیق تر میسازه و ما شاهد هستیم بعد از این ترقی و سرعت کشفیات فوق العاده افزایش پیدا میکنه. در سال 1944 ویری و همکارانش روی باکتری از دسته استرپتوکوکوس ها یک آزمایش انجام میده و این آزمایش نتایجش فوق العاده هست و در ادامه با هم دیگه اول آزمایش رو ببینیم و بعد نتیجه رو بگیریم. آیه ویری و همکارانش میاد چه کار میکنه؟ باکتری های کپسولدار را بررسی میکنه، میبینه کپسول اگر یک باکتری استرپتوکوکوس باکتری است که میتونه کپسول داشته باشه یا کپسول نداشته باشه. دو نوعش داریم. کپسول دارها تولید مرض میکنن، بدون کپسول ها مرض تولید نمیکنن. خب مرحله بعد چی اتفاق میفته؟ مرحله بعد این کپسول باکتریا را توسط آنزیم دیناز تجزیه میشه، از بین میره و با از بین رفتن کپسول مشاهده میکنه که او باکتریای کپسول داری که در حال حاضر کپسولش از دست داده قابلیت مرض ایجاد کردنش از دست میده. خب این خیلی مهم است که بدانیم اون کپسول داشتن و نداشتن میتونه یک عاملی باشه که نوع مرضدار شدن یا به مرض بدن باکتری را مشخص کنه. خیلی خوب، پس در مرحله اول یک باکتری کپسول دار که تولید مرض میکنه با انزیم هایی که وجود داره کپسول از بین میره، قابلیت تولید مرض خود از دست میده. آزمایش دومی که میکنن به یک باکتری بدون کپسول در نظر بگیرین. این در حالت بدون کپسول دار بودنش مرض تولید نمیکنه. ما در مرحله دوم میایم انتقال دی ان ای باکتریایی میدیم که کپسول تولید میکرد. دی ان ای کپسول دار شدن به این باکتری بدون کپسول اضافه کرد، مشاهده کرد که این باکتری ها میتواند تولید بیماری کنه. خب پس در اینجا مشخص شد انتقال یک صفت که همو ایجاد بیماری است میتواند جابجا شود. نتیجه که گرفت که دی ان ای قابلیت مرض را انتقال میده. دقت کنین که در باکتری های بدون کپسول دی ان ای اضافه شده بود. پس اگر اطلاعاتی درباره مرض ایجاد کردن وجود داشته باشه باید در همین دی ان ای وجود داشته باشه. در یک قسمت توجه کنید تصویره، این کپسول هست، این کپسول هایی که خارجی ترین قسمت باکتری است. این مواد وراثتی رو در اینجا میبینین. ویری و همکارانش همین قسمت دی ان ای را به باکتری های بدون کپسول اضافه کرد و او باکتری ها قابلیت ایجاد مرض را در خود ایجاد کردند. نتیجه میگیریم که دی ان ای باعث انتقال اطلاعات و صفات ارثی میشه. خیلی خوب، این نقش این مطلبم خیلی کمک کرد، اما در نهایت
دقیق ترین بحث ها و جدی ترین بحث ها را توسط این دو دانشمندی که در اینجا میبینین مطرح شد. واتسون و کریگ دو دانشمندی است که در سال 1953 مطالعات خودشون تمرکز دادن روی دی ان ای که دی ان ای چه خصوصیتی دارد، چه ساختمان دارد، چه ویژگی هایی دارد که میتواند اطلاعات را از یک نسل به نسل دیگر منتقل کند. اینها در اطلاعاتی که پیدا کردن توانستن اولین مدلی که مربوط به دی ان ای است بسازن. این تصویری که در اینجا میبینید هر دو دانشمند است که در کنار مدل ابداعی خودشان عکس گرفتن. خب طبق این مدل دی ان ای ما خیلی از ویژگی های دی ان ای را میتوانیم توضیح بدیم و طبق همین مدل میشه توضیح چگونگی ذخیره مواد ارثی را هم ارائه کرد و توضیح تکثیر مشابه دی ان ای را هم طبق همین مدل میشه توضیح داد و بیان کرد. خب با این کشف بزرگی که دو دانشمند کردن، واتسون و کریگ، موفق شدن که در سال 1960 جایزه نوبل طب را به خود اختصاص بدن و کشفیات این دو دانشمند برای علم ژنتیک باز کرد یک فضای جدیدی را که میتونست در اون فضا علم ژنتیک سرعت کشفیات خودش بالا ببره. بعد از اینکه ما بحث تاریخچه را نسبتاً مفصل با هم دیگه بحث کردیم، وارد ساختمان مولکولی دی ان ای و ار ان ای بشیم. در ساختمان مولکولی ما اصطلاحاً میگیم اینا نوکلیک اسید هستن یا تیزاب‌های هسته‌ای هستن. تیزاب‌های هسته‌ای دو دسته هستن، یا دی ان ای هستن، دیوکسی ریبونوکلیک اسید، یا ار ان ای ریبونوکلیک اسید که هر دو اینها در هسته موجود هستن. خب انواعش میخوانیم ارنا را و ببینیم در کدوم قسمت های دیگه هم میتونه وجود داشته باشه. مهم این است که تیزاب‌های هسته‌ای فعلا دو نوع است، دی ان ای و ار ان ای. تفاوت و شباهت هایش ان شاء الله در ادامه بحث با هم دیگه بررسی میکنیم. نوکلیک اسید یک مولکول بسیار کلان هست و به طوری که شما میتوانید در درون هسته تعداد کروموزوم هایی که در انسان 46 هست، یک مولکول فوق العاده کلان و پیچیده ای هست که میتونه این کروموزوم بسازه، ولی واحدهای سازنده مولکول کلان نوکلئوتایدها هستند که باز هم درباره ساختمانش در اسلایدهای بعدی با هم دیگه بحث و بررسی میکنیم. خب این تصویر رو اگر نگاه کنین یک مختصری از دی ان ای و ار ان ای را شما میتونین بشناسین، یک مقدار یک مطالعه کنین. ما در جلسات در اسلایدهای بعدی روی اجزای مختلف اینا با هم دیگه بحث خواهیم کرد. ساختمان مولکولی دی ان ای اگر این تصویر را نگاه کنین به شما یک مقدار زیادی اطلاعات میده. ار ان ای دارای یک رشته، دی ان ای دو رشته و رنگایی که استفاده شده باز هم کمک میکنه به شما که بتوانین شباهت ها و تفاوت ها را ببینین. ار ان ای و دی ان ای از نظر ساختمانی از نوکلیک اسید هایی هستن که از نوکلئوتاید ساخته شده. نوکلئوتاید در اسلاید بعدی نشان میدیم چه اجزایی داره و نوکلئوتایدها دارای قند 5 کربونه هستند. اصطلاحاً 5 قندهای 5 کربونه را پنتوز بهش گفته میشه. گروپ های فاسفید داره که یک گروپ فاسفید در هر نوکلئوتاید استفاده میشه. خب جزء سومی از نوکلئوتایدها قلوه های عضوی هستند که در ساختمانشان نیتروژن استفاده میشه. اگر احیانا خواستین در رفرنس های فارسی جستجو کنین شما ایره با عنوان بازهای عالی میشناسین. خب در ساختمان ارنا و دی ان ای ما شاهد 5 نوع قلوه عضوی هستیم که یکیش مختص یکی از این موارد اختلاف داره، یا به عبارت بهتر بگیم در درون ساختمان اینها 4 قلوه عضوی شرکت میکنه. در 3 تا اینا با هم مشترک است. در یک دانه در دی ان ای یک قلوه استفاده میشه، در ان ای قلوه دیگری. خب ما 5 تایش اینجا اینجا میاریم و بعد در اسلایدهای بعدی تفاوت‌های دی ان ای و ار ان ای که صحبت کردیم هر یکش میگیم که مربوط به کدام هست. خب در ساختمان نوکلئوتایدها شاهد هستیم که قلوه عضوی آدنین، گوانین، تایمین، سایتوسین و یوراسیل استفاده میشه.
در ادامه بحث‌های ساختمان مولکولی دی ان ای و ار ان ای این اسلاید مرور کنیم و اطلاعاتمان را نسبت به مسئله تثبیت کنیم. اگر اینجا توجه کنید ساختمان یک دی ان ای هست. به چه دلیل؟ به دلیلی که یک رشته و دو رشته داره. در ساختمانش اعضای مختلف داریم. توجه کنید که این نوکلئوتاید گفتیم از گروه فسفات ساخته میشه. این گروه فسفات ما هست. این شوگر قند یا بوره ما هست که جزء پنتوزها هست و این قسمت هم قلوه های عضوی ما هستند که اصطلاحاً گفتیم در رفرنس های فارسی با باز عالی میشناسیم. هر سه اینها کنار هم که قرار بگیره میشه یک نوکلئوتاید. اگر همین مطلب را اینجا نگاه کنیم، یک اصطلاحاً گروه فسفات، یک قند و یک قلوه عضوی، اینها سه تا با هم میشه یک نوکلئوتاید. تا این قسمت اگر اینجا هم توجه کنین این سه تا با هم میشه یک نوکلئوتاید. اگر اینجا هم توجه کنین این سه تا میشه با هم دیگه یک نوکلئوتاید. در نقطه مقابلش هم شما به همین ترتیب دارین. گروه فسفات، قند و قلوه با هم دیگه میشه یک گروه نوکلئوتاید. اینها کنار هم که قرار بگیره یک مولکول فوق العاده کلانی به نام دی ان ای یا ار ان ای رو میتونه بسازه. خب قلوه های عضوی را توجه کنین. در قلوه عضوی ما در دی ان ای میبینیم که آدنین، تیمین، گوانین و سایتوزین قرار میگیره. اما در قلوه هایی که در ان ای استفاده میشه آدنین هست، یوراسیل هست، گوانین و سایتوسین. اگر توجه کنین اختلاف اینها در تیمین هست و در یوراسیل هست که اینها با هم دیگه متفاوت هست. در سایر قلوه های عضوی اینها اشتراک دارند. پس اختلاف قلوه عضوی در دی ان ای و ار ان ای این است که در دی ان ای تایمین استفاده میشه اما در ار ان ای یوراسیل استفاده میشه و این از نظر اختلافی که بین این دوتا میشه نام برد. خب در بحث ساختمان دی ان ای شخصیتی مثل چارگف را داریم. چارگف اطلاعاتی که به علم ژنتیک اضافه کرد خیلی کاربردی است. ما به خاطر همین اطلاعات ایشان را در قالب قانون چارگف میشناسیم. قانون چارگف اینه میگه که در مولکول دی ان ای همیشه در مقابل تیمین یک دانه آدنین داریم. مقدار تیمین و آدنین با هم دیگه برابر است و گوانین و سیتوزین با هم دیگه برابر است. تعداد اینها با هم برابر است. نتیجه که گرفته میشه قاعدتا اگر مثلا 50 تا تایمین وجود داره و 50 تا هم آدنین قرار میگیره، خب از این میتونیم نتیجه بگیریم که 30 تا سیتوزین و 30 تا گوانین رو هم قرار میگیره و تعدادشون مساوی است. پس مقدار اینا برابر بودنشون این نتیجه رو به ما میده که در مقابل سیتوزین همیشه گوانین قرار میگیره، در مقابل تایمین همیشه آدنین قرار میگیره. خب این یک کشف فوق العاده بزرگی بود که میتوانست ساختمان دی ان ای و به دنبال او نحوه تکثرش را به ما نشان بده. خب همینطور که تصویر را میبینین آدنین مقدارش با تایمین برابر، گوانین با سایتوزین و میتوانیم نتیجه بگیریم که اینها در مقابل هم قرار میگیره. مطلب دومی که وجود داره این است که از نظر دینه، از نظر ساختمانی مثل یک زینه مبانه که تاب خورده باشه. خب بازوها و پایه‌هایی رو در نظر بگیرین. قندها و فاسفیدها پایه رو میسازه. یک پایه ای طرف، یک پایه ای طرف. این قسمت ها قندها و فاسفیدها هستن و قسمت پله ها که بازوها رو به هم وصل میکنه همو قلوه های متشابه و مقابل هستن. سیتوزین در برابر گوانین، آدنین در مقابل تیمین. خب یک تفاوتی قرار گرفتن اینا با هم دیگه داره. اون هم دیگه است که او اتصالاتی که بین سیتوزین و گوانین وجود داره و بین آدنین و تیمین قرار داره با هم دیگه متفاوت است. توجه کنین سیتوزین و گوانین توسط یک رابطه ستایی هیدروژنی با هم دیگه اتصال پیدا میکنه، در صورتی که آدنین و تیمین با یک رابطه دوتایی هیدروژنی با هم دیگه اتصال پیدا میکنه. این را هم به ذهن بسپارین. قابلیت طرح سوال کنکوری از این قسمت موجود هست. خب ساختمان دی ان ای رو بازم در این تصویر رو نگاه کنین. نوکلئوتاید شما ببینین، اصطلاحاً دو تا بازوها رو در اینجا میبینین و
قلوه های عضوی در این قسمت که حالت زینه مانند را ایجاد میکنه و وقتی که پیچش بخوره دی ان ای کامل را به ما میده. خیلی خوب، فرق دی ان ای و ار ان ای را جزو آخرین بحث‌های ما هست که با هم دیگه مرور کنیم و بعد بریم سوالای کنکور رو با هم دیگه حل کنیم. فرق اول توجه کنین، در قند که در ساختمان دی ان ای و ار ان ای استفاده میشه تفاوت وجود داره. دی ان ای قندش دیوکسیریبوز هست و ار ان ای رایبوز هست. تفاوت اینها در یک اکسیژن است. اگه توجه کنید در این قسمت ما در رایبوز میبینیم اکسیژن یک دونه اضافه داره، در دیوکسیریبوز ما میبینیم که یک اکسیژن کم داره. پس تفاوت اول این که ما در دی ان ای دیوکسیریبوز میبینیم و در ار ان ای رایبوز میبینیم. احتمال داره بشه جوابی باشه که در دی ان ای ما یک اکسیژن کمتر میبینیم. خب این تفاوت در قند. در قلوه های عضوی هم باید گفته شود که مشترکات بین اینایی است که 3 قلوه عضوی مشترک است: گوانین، سیتوزین و آدنین. در یک قلوه عضوی با هم دیگه اختلاف داره. در دی ان ای تیمین استفاده میشه یا تایمین استفاده میشه و در ان ای یوراسیل استفاده میشه که شما در این تصویر هم کامل میتوانین ببینین. فرق سومی که وجود داره در تعداد رشته هست. دی ان ای یک ساختمان دو رشته‌ای پیش خورده است، اما ار ان ای یک رشته است. همین که در تصویر می‌بینید ما یک رشته بیشتر در اینجا نمیتونیم ببینیم، اما در دی ان ای دو رشته را میتوانیم ببینیم. از نظر جسامت هم با هم دیگه متفاوت است، به طوری که دی ان ای از نظر جسامت کلانتر اما ار ان ای خردتر است و این آخرین تفاوتی که در این بحث ما مطرح میکنیم. در ادامه با هم دیگه سوالای کنکور را حل میکنیم و درس را در قالب آنها مرور میکنیم. سوال اول توجه کنین. یوری تجاربشان را بالای باکتریای زیر انجام داد. اگر یادتون باشه در بحث ما استرپتوکوکوس مطرح کردیم که کپسول دار بودن و کپسول نداشتنش مورد آزمایش قرار گرفت و نتیجه چی شد که دی ان ای هست که صفات را انتقال میده. خیلی خوب، در بحث بعدی سوال بعدی رو توجه کنین. رایبونوکلیک اسید عبارت است از اگر یادتون باشه در طی بحث ما گفتیم که تیزاب‌های هسته‌ای دو دسته هستند، دی ان ای و ار ان ای. ما ار ان ای گفتیم همون رایبونوکلیک اسید هست، پس گزینه 3 جواب این سوال می باشه. بله. سوال بعد توجه کنید. نوکلئوتاید عبارت است از نوکلئوتایدی که دو گروه فسفید داره. پس اینجا مسئله روی قضیه است که نوکلئوتاید چند تا فسفید داره. اگر یادتون باشه یک فسفید، یک قند و یک دانه از قلوه های عضوی. پس نوکلئوتایدی که یک گروه فسفید داشته باشه جوابی مسئله است و قاعدتا 2 باید درست باشه. دی ان ای به کدام نام ذیل یاد می شود؟ دیوکسی ریبونوکلیک اسید، گزینه 3. قلوه های دی ان ای چند عدد است؟ خب اگر یادتون باشه 4 دانه بود. اگر این قلوه های ار ان ای هم خواسته باشه باز اونجا 4 دانه است. بله. مطابق قانون چارگفت در مقابل هر مولکول آدنین باید چند مولکول تایمین موجود باشه؟ خب در مقابل آدنین یک دونه تایمین قرار میگیره. خب گزینه 2 است. خیلی سوال بهتر میشد که طبق قانون در مقابل هر مولکول آدنین کدام مولکول قرار میگیره؟ خب مولکول تایمین. این سوال خیلی بهتر بود. خیلی خوب. سوال بعدی رو توجه کنین. در داخل حلقه دی ان ای القلی آدنین به مقابل کدام القلی قرار دارد؟ خب همونطور که میبینین در این سوال هم بحث از قلوه های عضوی هست. در دی ان ای طبق قوانین چارگفت ما میبینیم که آدنین در مقابل تایمین قرار میگیره و سیتوزین در مقابل گوانین و قاعدتا طبق این قاعده جواب 2 مربوط به این سوال درست است. خب به این ترتیب به پایان بحث‌های امروز ما رسیدیم. باز هم تکرار میکنم این قسمت‌های ژنتیک قسمت‌هایی است که سوال زیاد ازش طرح شده. با دقت بیشتر بخونین و شما را به خداوند منان میسپاریم. خدا یار و نگهدار شما.